خب سلام و درود بر عزیزان. مرسی از بابت یه جلسه که دوباره با هم داریم. ببینید ما یه مسئله مهم داریم. این مسئله باید یک بار توضیح بدیم، یک بار برای همیشه، حداقل تا این مقطع. محدودیت‌های خیلی زیادی در کانادا به وجود اومده رو بحث مهاجرتی و رو بحث غیر مهاجرتی که تمرکز اصلیش روی کاتگوری غیر مهاجرتیه. ببینید الان اتفاقی که افتاده طی 5-6 ماه گذشته و زیر 1 سال گذشته ما شاهد یه سری مسائل بودیم. یکی این که اوایلش اومدن گفتن که حالا من تقدم تأخرش رو نمیخوام خیلی چه کنم، ولی در کل همه رو میخوام اشاره بکنم. یکی این که افرادی که لیسانس هستن اینا دیگه نمیتونن زن بچه‌شون رو بیارن داخل. این در راستای همون بحث کنترل تعداد مهاجرین مهاجرتی یا غیر مهاجرتیه. میگه که آقا اگر شما ارشد هستی و بالای در واقع 16 ماه در واقع تایم تحصیل داری، میتونی خانوادت رو بیاری. این جالبه. پس این اولین محدودیت. بعد محدودیت بعدی اومد، گفتن که آقا ورک پرمیت اگه شما داری، اگر اون کاری که داری تخصصی نیستش، نمیتونی خانوادت رو با خودت بیاری. این هم یه محدودیت دوباره جدید. بعد از اون اومدن گفتن که حتی بحث روش‌های مهاجرتی مثلا استارتاپ، اومدن مطرح کردن که شرکت‌های اینکیبیتور به عنوان نمایندگان در واقع اداره مهاجرت برای دادن LOS و نامه حمایتی به گروه‌های در واقع دانش بنیان و استارتاپی، گفتن شما اگه مثلا الان داری 300 تا 400 تا LOS میدی، شما دیگه از این بعد نمیتونی بیشتر از 10 تا بدی. باز محدود. اومدن گفتن که خب توریستی میدونیم که یه چیزی حدود 1 ساله که تمام توریستی ها مثل برگ خزون داره همطور مرتب در واقع ریجکت میشه. تو بحث توریستی دوباره یه چیز جدید داریم، جالبه. میگه که اگر در واقع آفیسر، جدیدن خیلی جدیده، که اگه تشخیص بده که شما مثلا برای یه سمینار اومدی، شما برای یه تور مثلا 20 روزه اومدی، بهت دیگه ویزای مولتی 5 ساله نمیده. قصه جالب. یا مثلا اگر شما مادر یه خانومی هستی یا پسر دختر در کانادا هستی، سیتیزن هستی، شما رو دعوت کرده، بله در چنین شرایطی میبی آفیسر تازه اونم باز میتونه نده، ولی معمولا شاید بیشترین حالتی که امکان داشته باشه همچین حالتی باشه که یه ویزای توریستی 5 ساله بهتون بده. بله نمیده. یعنی همش مرتب داره محدودیت ایجاد میشه. ببینید دانشجویان اینترنشنال 45% تقریبا 45% از حجمشون کاهش پیدا کرده. معنیش اینه که حتی مؤسسات آموزشی در کانادا تحت فشار قرار گرفتن. قر میزنن. اینا قبلا خیلی قدرت داشتن، میتونستن به دولت فشار بیارن، ولی انقدر دیگه اون اراده سیاسی در کانادا برای محدود کردن بحث ورود افراد مهاجر و غیر مهاجر بالا هستش، دیگه به حرف مؤسسات آموزش عالی هم دیگه کسی گوش نمیده. یک اراده محکمی حاکم شده. اوکی؟ پس این رو باید بدونیم که مخصوصا شانسمون در بخش کاتگوری غیر مهاجرتی بسیار بسیار کم شده برای وارد شدن به کانادا. حتی ما خیلی شاهد بودیم که خیلی از به قول معروف جاب آفرهای سوری در واقع داده میشد. خیلی پیشنهادات شغلی که خود کارفرما در واقع وجود نداشت، یا اگر وجود داشت اون کار وجود نداشت، ولی این پیشنهادات شغلی داده میشد که تمام اینا الان دولت کانادا روش نظر داره بگیره و بسیاری از کارفرمایان را در بلک لیست قرار داده اداره مهاجرت. الان یه جورایی میشه گفت که تقریبا شاید بتونیم بگیم که انبوه سازان بیشتر، کسانی که میلیون ها دلار، ده ها میلیون دلار هزینه کردن، سرمایه گذاری کردن در بخش سازه ها و مسائلی که هستش، شاید اونا بیشتر به حرف اونا فقط گوش بدن. یه جورایی به کارفرمایان جزئی بسیار دیگه بدبین شدن و به خاطر که خیلی ویزای چه میگن جاب آفر سوری وجود داشته. اوکی؟ مسئله بعدی، ببینید تشدید تحریم برای یه سری ارگان‌های نظام وظیفه، حالا مثلا سپاه یا جای این چنینی،
خب قبلا شامل سربازا نمیشد، الانم ما قانونی نداریم که شامل سربازا میشه، ولی دارن سخت میگیرن. مثلا کسی که در کانادا داره زندگی میکنه مشخص میشه که از مسئولین سپاه بوده یا مثلا یه رده‌ای داشته یا یک درجه‌ای داشته، دارن اخراجش میکنن. یا مثلا به قول معروف البته ما یه مشکل هم داریم، مشکل اصلیمون اینه که متاسفانه بعضی از عزیزانی که در خود کانادا هستن متاسفانه در سیستم گاورنمنتال و دولتی کانادا دارن کار میکنن یا در مجلس اینا اومدن اعلام کردن که مثلا این که من میخوام برم تو این سپاه مثلا خدمت کنم یه مسئله داوطلبانه بوده، چون من میتونستم بگم که من دوست دارم برم تو نیرو زمینی خدمت کنم، دوست دارم برم تو سپاه یا هر جای دیگه خدمت کنم، در صورتی که اینجوری نیست. یعنی دقیقاً مردم اینجوری نیست که برن مشخص کنن که میخوان در سپاه برن خدمت بکنن. بنابراین سربازی در ایران یک مسئله کاملا اجباریه. ما سرباز چون میگن ماهر یا مثلا به عنوان شغل یا در واقع سرباز حرفه‌ای نداریم در ایران، سرباز اونجا کاملا اجباری هستش. ولی متاسفانه این مسائل همه دست به دست هم داده، باعث شده که امروز ما متاسفانه در کانادا شاهد در واقع محدودیت‌های بسیار بسیار زیادی شدیم در زمینه مخصوصا ویزای غیر مهاجرتی و حتی ویزاهای مهاجرتی. این رو ما گفتیم توی جلسه در واقع توضیح داده باشیم که عزیزان اگر با سوالی دارن سوال مطرح بکنن که ما جوابگو باشیم. موفق باشید.